مخاطبان نهایت عزیز، عرض سلام و درود احترام دارم خدمت همه شما. امیدوار هستم صحتمند و سر حال باشین. خوش آمدید به خبر فوری از ریاست عمومی پاسپورت. ریاست عمومی پاسپورت اعلام کرده است کسانی که به اعتبار پاسپورت خود را در کشورهای خارجی از طریق استیکر تمدید کرده است و در حال حاضر در افغانستان به سر میبرند، قبل از خروج از کشور پاسپورت جدید اخذ کنند تا به مشکل مواجه نشوند. در اطلاعیه ریاست عمومی پاسپورت آمده است که این تصمیم پس از آن اتخاذ شده است که برخی شهروندان تکیت سفر خریداری کردند، اما برخی کشورها اجازه ورود و سفر به آنان را ندادند. این ریاست گفته است که به دارندگان پاسپورت دارای استیکر اولویت میدهد و برای آنان بدون تأخیر و نوبت پاسپورت توزیع می شود. این بود خبر فوری درباره توزیع پاسپورت برای کسانی که پاسپورتشان در کشورهای خارجی توسط استیکر تمدید شده است.